بچه چطوری؟ خوش اومدید ویدیو دیگه آرسان وکسر هستم. اومدم یاد بدم چطوری والیپر ماینکرافتی داشته. والیپر همون عکسای ماینکرافتیه. بدون وقت لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بزنید سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها بعدش نتتون رو روشن کنید، میرید گوگل، تو سرچ میزنید نووا اسکین. بعدش سایت چهارمی اسمشو نمیدونم میزنید روش. بعدش میایید پایین دیگه. نه میبینید که همینطور که میبینید اینجا همه هستن. مثلا همین TNT که گذاشته بودم مثال به یه دونه خوب پیدا کنم، مثلا این. خب بعدش اینجا میزنید روی این سر اسکینتون. بعد که زدید اوپن که از گوگل میارید عکس اسکینتون، که حالا عکس اسکینتون هم میتونید از برنامه همون کلنگ یا همون بلاک مستر که بزنید تو مایکت میاره، آموزش نصبشون گذاشتم، عکسش رو دانلود کنید. پلیر نیم هم که اسم اسکینه که حالا اون نمیاره. الان مثلا من اسکین خودمه، اینو برمیدارم و تمامو میزنم. حالا الان سیاه شده، بد شده. یه دونه دیگه مثلا میرم، مثلا من این وقتی که میاره میذارم رو همین سرش. بعدش و اینها میبینید که بعدش هم میخواید دانلود کنید، این آبیه رو میزنید. بعدش دانلود شد. حالا عکسایی رو بخواید ببینید، اینها همینطور که میبینید اینهاش، بعد کیفیتش هم بالاه. حالا شاید تو دوربین بد بیفته. همینطور که میبینید اینجا هستش و همین دیگه. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که لذت کافی برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.